صدای طبقه آخر. ساعت 2:17 بامداد بود. مردم سالها درباره طبقه آخر این ساختمان متروکه حرف می‌زدند، می‌گفتند هر کسی که پا به آنجا گذاشته دیگر هرگز برنگشته است. آن شب پسری برای اثبات اینکه همه این داستان‌ها فقط یک شایعه هستند، وارد ساختمان شد. او با نور ضعیف گوشیش از پله‌های تاریک بالا رفت، در حالی که سکوت سنگین ساختمان فقط با صدای قدم‌هایش شکسته می‌شد. هرچه بالاتر می‌رفت، هوا سردتر می‌شد و تاریکی عمیق‌تر به نظر می‌رسید. ناگهان صدای آرام یک دختر بچه از میان تاریکی شنیده شد که از او می‌خواست برگردد، اما او هشدار را نادیده گرفت و به مسیرش ادامه داد. وقتی به آخرین طبقه رسید، در چوبی قدیمی بدون اینکه کسی آن را لمس کند، آرام آرام باز شد. راهروی تاریک و بی‌پایان رویش قرار داشت و تنها نور موجود چراغ لرزان گوشی او بود. صدای نفس کشیدن از اعماق تاریکی به گوش می رسید، اما هیچ کس دیده نمی شد. ناگهان چراغ گوشی چند بار چشمک زد و برای چند ثانیه خاموش شد. وقتی نور دوباره روشن شد، دختر بچه‌ای با لباس سفید درست روی او ایستاده بود، بی حرکت، با لبخندی سرد و نگاهی که از میان تاریکی می درخشید. پسر هنوز از شوک بیرون نیامده بود که صدای قدم‌های بسیار سنگینی از پشت سرش بلند شد، قدم‌هایی که هر لحظه نزدیک‌تر می‌شدند. او به آرامی برگشت، اما چیزی جز سایه‌ای عظیم در دل تاریکی ندید. سپس چراغ گوشی برای آخرین بار خاموش شد. فریادی کوتاه تمام ساختمان را پر کرد و بعد همه چیز در سکوت مطلق فرو رفت. از آن شب به بعد هیچ کس دیگر آن پسر را ندید، اما بعضی‌ها می‌گویند اگر نیمه شب است